امروز میخوام راجع به یک موضوعی با شما صحبت بکنم که به نظر میرسه یک موضوع خیلی جدید و خاصه. تأثیر هوش مصنوعی بر سلامت روان ما. هوش مصنوعی ابزاریه که روز به روز بیشتر داره وارد زندگیمون میشه. از چت بات ها، اپلیکیشن های سلامت روان گرفته تا در واقع برنامه هایی که کارهای اداری و شغلی رو راحت تر میکنه. اما سوال اینجاست که این در واقع اپلیکیشن ها و چت بات ها چه تأثیری روی سلامت روان ما دارن؟ طبق تحقیقی که امسال انجام شده، اگر آدم‌ها زیاد با چت بات ها صحبت بکنن، مخصوصاً اگر در واقع زمینه قبلی روانی داشته باشن، دچار وابستگی عاطفی میشن و این ممکنه که براشون سوء تفاهم به وجود بیاد که چت بات ها واقعاً احساس دارن مثل انسان ها. چطور از این فرصت ها استفاده بکنیم بدون اینکه اختلالی برای ما ایجاد بشه؟ حد و مرز تعیین بکنید، بدونیم که چه زمانی و برای چه کاری دقیقاً میخوایم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. آگاهی از نشونه ها و یا اختلال ها. باید حواسمون رو جمع بکنیم، ببینیم که چه موقعی اضطراب، افسردگی و یا وابستگی ما به چت بات ها زیاد شده و اینجاست که ما باید حواسمون رو جمع بکنیم که یه مقداری استفاده کردن از این هوش مصنوعی رو محدود بکنیم. جستجوی کمک انسانی وقتی که لازمه. هیچ چیزی مثل یک انسان نمیتونه شما رو درک بکنه و یا حتی مسائل رو براتون تحلیل بکنه. استفاده از هوش مصنوعی به عنوان مکمل، نه یک درمان کامل. ما باید اینجا حواسمون رو جمع بکنیم که شاید یه موقعی برامون سوال پیش بیاد در رابطه با یک مشکلی از هوش مصنوعی بپرسیم. خب ما باید این مسائل رو بخونیم، اما باید حواسمون باشه بهترین درمان رو یک انسان میتونه انجام بده و اینکه فقط درمانهایی رو که هوش مصنوعی به ما ارائه میده یک مکمله. هوش مصنوعی میتونه فرصت بزرگی باشه که ما ازش استفاده میکنیم، اما باید بدونیم که ما در اینجور مواقع حتما باید حد و مرز بذاریم. شما برای ما بگین، آیا تا حالا مشکلی برای شما پیش اومده که فقط به هوش مصنوعی اکتفا کردین و اینکه از یک متخصص انسانی کمک نگرفتین؟